مرکزی شهر دوشنبه استقبال میگیریم فوتبالبازان دسته استقلال و دسته پنچر را. دسته استقلال تا کنون در اختیار دارد. حالا هیئت دسته پنچر روی تصویرهای ما و شما پیدا می شود. البته من مراتبه 13 است که پیروزی به دست آورد. 11 غلبه به فایده استقلال است و یک مساوی به قید گرفته شده است و همان سال آخران هنرنمایی دسته پنچر در لیگ اولی بود. بعد آنها شروع شود. همینطور هم می شود صدای که داوری اساسی بازی بختیار کامیلوف بلند می شود و بازیگرانی دسته استقلال به متوجه می شویم. منوچهر ضربه او اینجا با مشکلی برطرف می کند. اکنون ارسال به داخلی جریمه‌گاه امکانیت است برای بازیگرانی دسته پنچر و ببینید که چگونه اینجا توانسته هستند که به هجوم هم همراه شوند. امکانیت برای بازیگرانی دسته استقلال جو توپ را داشته میگیرد. اکنون دروازه‌بان دسته با شماره گل‌هایش را در لیگ اولی افزون نماید. توجه اکنون به داوری مرکزی بازی به بختیار کامیلوف است. بله پنالتی است اشاره میکند محمد عبدالعاطف اشتباهش را جبران کند یا نه. ضربه و گل. بسیار هم خوب دروازه‌بان را اینجا فریب میدهد منوچهر جلیلوف. دروازه‌بان خود را به سمت دیگر در دقیقه 15 بازی فوتبالبازان استقلال اکنون در حساب به پیش میبرند. گل دهمش را اکنون در موسم امساله لیگ اولی به ثمر میرساند. بوسه میکنند، نوازش میکنند و توجه این عملی رونالدو وقتی که یک کودک را همین گونه گرفته به میدان برآورد و او را نوازش کرد. اون نواری پسیو به احسان، ارسال احسان به داخل جریمه‌گاه. اینجا کسی نیست که با یک رسش توپ را واردی دروازه جمی دسته استقلال. یک ضربه دیگر اینجا از جانب بیگانویچ زده می شود. امکانیت برای بازیگران دسته استقلال. ضربه و سیفیولی از جانب محمد عبدالعاطف است. ببینیم که این بعد ضربه جریمه رو چگونه اجرا میکنند بازیگران دسته استقلال. امکانیت است و توپ واردی دروازه می شود. اکنون احسان کرده می شود مقابل علیشیر جلیلوف. بعدا ارسالی او انجام داده می شود. اینجا توپ اینجا خود گل به قید گرفته می شود. اینجا از لحظه های تکرار متوجه میشیم که چگونه با صورت بلند اینجا با پیش میگذارد محمدعلی کمالوف و با یک ضربه میتواند که برای بازیگران دسته استقلال اینجا قربانوف ضربه نمیزند. پسیو به احسان پنجشنبه اما پنچر جو از پول میافتد بازیگری دسته پنچر. دوبار با چیزی اینجا قاعده ویران کنی نیست. احسانی پنجشنبه بسیار هم خوب. منوچهر ضربه او و اینجا میتواند که دروازه‌بان شرکت ورزید بدهد. امکانیت برای بازیگران دسته استقلال. علیشیر پسیو به منوچهر، یک نفر رو میگذارد. ارسالی منوچهر به داخل جریمه‌گاه و چگونه اینجا نمیتواند که شیروانی و بادشاف از این پسی اولی انجام داده منوچهر جلیلوف استفاده نماید. علیشیر امکانیت برای منوچهر جلیلوف اینجا ببینید که موفق گردیدن نمیتواند. سه استقلال ضربه موریلو از مسافه دور و پهلوتر از دروازه. اکنون بچه‌ها با صورت بلند. امکانیت برای بازیگران استقلال. پس به علیشیر ضربه علیشیر و اینجا باز هم برطرف میکند این ضربه را علیشیر. پس به شیروانی. امکانیت برای بازیگران دسته استقلال. ارسال انجام داده می شود به جانب حاصلات هم در آغاز موسم خیلی خوب هنرنمایی کرد. آنها برآمدی خوب نشان داده بودند اما حالا باشد دسته آنقدر نتیجه خوب را نشان داده است. امکانیت برای بازیگران دسته پنچر. اینجا موفق تاجیکستان برای منتخب استقلال و دسته استقلال به هیئت منتخب تاجیکستان جلب. یک ضربه دیگر از جانب بازیگران دسته پنچر زده می شود و اون هم این بازی موفق گذاشته دوری نهم در لیگ انجام داده می شود از جانب دولتبک سیدامینوف اما بدون نتیجه.
و همین طور صدای اشتکی داوری اساسی بازی بختیار کامیلوف از انجام بازی موقوف گذاشته دوره نهم لیگ اولی میان دستای پنچر نوحه جلال‌الدین بلخی و استقلال شهر دوشنبه درک میدهد. استقلال با حساب 3-0 توانست که پیروزی به دست آورد با گل‌های منوچهر جلیلوف، احمدونی کمالوف و همچنین دفاعگری دست پنچر کریستوفر بونه. در همین